ملکه سلفی ها با تغییرات ظاهری و نمایش زندگی خصوصی خودش چند سالی میشه که تاج و تخت طایفه کارداشیان ها رو به دست گرفته. این دختر ثروتمند 23 ساله اغلب در مورد امپراتوری محصولات آرایشی زیبایی خودش، دختر با مزه‌اش سرمی و مدل موها و لباسای گرون قیمتش روی اینستاگرام پست میذاره، اما از طرفی هم دوست داره که یه سری چیزا رو برای خودش مخفی نگه داره، مثل روابط نچندان آشکار با دوست پسر سابقش تراویس اسکات. کایلی جنر علیرغم اینکه جوان‌ترین عضو خانواده کارداشیان است، اما در حال حاضر نامی فراتر از محدود به برنامه ریالیتی شو واسه خودش ساخته. کایلی با کمک خواهر و برادرای مشهور خودش که با اونها رابطه نزدیکی داره، به یک قهرمان واسه جوونا تو سرتاسر جهان تبدیل شده. کایلی کریستین جنر توی 10 آگوست سال 1997 توی لس آنجلس و از مادرش کریس جنر و پدرش بروس که بعد از عمل جراحی تغییر جنسیت حالا به کیتلین جنر معروفه متولد شد. تغییر جنسیت پدر فقط پیوند اون با جوان‌ترین عضو خانواده رو تقویت کرد. کایلی توی مصاحبه توی سال 2016 فاش کرد که اون و کندال همیشه پدرشون رو با لباسی زنونه می‌دیدن. واسه همین اتفاق اصلاً براشون تعجب آور نبود و همیشه به تأثیری که پدرش بر جامعه ترنس ها گذاشته افتخار میکنه. کایلی که کوچکترین فرزند خانواده پرجمعیت والدینشه، از طرف پدر 3 برادر ناتنی و یک خواهر ناتنی بزرگتر به نام کیسی داره. از طرف مادرش هم یه برادر و 3 تا خواهر ناتنی بزرگتر و البته مشهور به اسمهای کورتونی، خلوه و کیم کارداشیان داره. مدل مشهور یعنی کندال جنر تنها خواهر بزرگتر کایلیه که با هم پدر و مادر مشترک دارن. کایلی از سال 2007 و در کنار این خانم‌های اسم و رسمدار در مقابل دوربین و در شوی کارداشیانا بزرگ شد. یک دهه بعد جنر کوچیک یه مجموعه 8 قسمتی هم از خودش با اسم زندگی کایلی تولید کرد. گرچه ساخته این نمایش واسه فصل دوم تمدید نشد، اما همچنان واسه تماشا کردن در دسترسه. کایلی که اول در مدرسه تحصیل میکرد، بعد از کمی به شهرت رسیدن توی سال 2012 تصمیم گرفت که درس خوندن رو از خونه ادامه بده و دیپلم دبیرستان رو توی سال 2015 دریافت کرد. اون توی همون سال و موقعی که فقط 19 سال داشت، لاین آرایشی خودش رو با اسم کایلی کازمتیکس رو تأسیس و راه اندازی کرد. کار این لاین اول فقط با یک سری کیت لب $29 شروع شد که شامل یه رژ لب مایع و یه مداد لب همرنگ بود. خودش دلیل این انتخاب رو توضیح داده و گفته از زمانی که 15 سال داشته بیش از حد به رژ لب علاقه‌مند بوده، اما هیچ وقت خط لب و رژ لب مناسب خودش رو پیدا نمی‌کرده. پس از همونجا بود که این ایده به فکرش رسید و محصول خودش رو تولید کرد. به نظر میرسه که کایلی جنر علاوه بر داشتن استعداد بازیگری و تجارت، به عنوان یه فرد تاثیرگذار تو شبکه‌های اجتماعی کسب و کار خودش توی خارج از صفحات تلویزیون رو هم به دست آورده. البته که مطمئنا نمایش کارداشیانا و رسوایی‌های خانوادگی چند میلیون فالوور به اون تحمیل کرد، اما خود کایلی هم به طور فعال همیشه حضور خودش رو توی شبکه‌های اجتماعی حفظ کرده که شامل پست‌های تبلیغاتی و همکاری‌های متعدد با کمپانی‌های بزرگه. بعد نیست بدونی که درآمد پست‌های اینستاگرام کایلی جنر بیشتر از درآمد بعضی از افراد عادی در طول زندگیه. با بیشتر شدن پیگیری‌های اون، پست‌های تبلیغاتی هم براش سودآورتر شدن. اون به کار با کمپانی‌های پوما، بیتس و آدیداس هم ادامه داد و در حال حاضر نزدیک به 200 میلیون فالوور فقط توی اینستاگرام داره. بر اساس یک گزارش، کایلی جنر با نرخ مصوب خودش واسه هر پست به قیمت تقریباً $1.5 میلیون گرون قیمت‌ترین فرد توی اینستاگرامه. پس برخلاف تصور خیلی‌ها، پست‌ها و استوری‌های اون اصلاً خودجوش نیستن. کایلی یه بار گفت که استوری های اسنپ چت و اینستاگرام اون خیلی استراتژیک و با برنامه ریزی هستن و میخواد مطمئن بشه که طرفداراش اون چیزی که توی پشت صحنه رخ میده رو حس میکنن. 2 چیز در مورد کایلی جنر وجود داره که اصلا شما رو متعجب نمیکنه. اول اینکه اگه شما هم واسه گرفتن یک عکس سلفی مناسب 100 بار از خودتون عکس میگیرید، نگران نباشید چون تنها نیستید. کایلی اعتراف کرده که قبل از گرفتن یک عکس عالی حدوداً 500 تا عکس ازش گرفته میشه. واسه همینم همیشه توی عکسای اینستاگرامی خودش بی‌عیب و نقص به نظر میرسه و اغلب از فیلترها استفاده نمیکنه. بعد از این همه تلاش، اگه ببینه که واسه اون پست کامنت های منفی زیادی دریافت میکنه، به سرعت عکسو پاک میکنه.
نه فقط عکاسی کایلی چندین ساعت طول میکشه، بلکه اون واسه حاضر شدن بیرون رفتن هم 2 ساعت کامل زمان لازم داره تا ظاهرش رو کامل کنه. علاوه بر همه اینا، کایلی گفته که اگه مشهور نبود دوست داشت آرایشگر بشه، چون عاشق آرایش کردن دوستانشه. اما این موضوع ممکنه شما رو شدیداً گیج کنه، چون خودش اصلاً طرفدار آرایش کردن نیست. بله، درسته که اون یه امپراتوری لوازم آرایشی توی جهان تشکیل داده، اما باور کنید یا نه، این ملکه زیبایی در واقع دوست نداره هر روز آرایش کنه و بیشتر ترجیح میده یه چهره شاداب داشته باشه. کایلی اعتراف کرده که به نظر میرسه آرایش سنگین اصلاً جذاب نیست. شاید به همین خاطره که توی سال 2018 کایلی تصمیم گرفت که یکی از مواردی که احتمالاً باعث تقویت حرفه اون توی زیبایی شده بود رو از بین ببره. بله، این مادر جوان فکر کرد که دیگه وقت اون رسیده بعد از بارداری استورمی و به خاطر علاقه زیادش به ظاهری طبیعی تمام تزریقات لب خودش رو از بین ببره. این یه شوک بزرگ برای همه طرفداراش ایجاد کرد و البته از طرف خیلی ها هم تحسین شد. ممکنه به نظر برسه که این دختر جوان و پولدار از زندگی توی شهر بزرگ لذت میبره، اما کایلی جنر اخیراً اعتراف کرده که دوست داره یه مزرعه داشته باشه. اون حتی از چند تا مزرعه هم دیدن کرده، اما هنوز احساس مسئولیت کافی نداره و گویا تربیت دخترش و همچنین پیشرفتی تجارتش مانع از خرید مزرعه میشه. این علاقه شاید کمی به درونگرا بودن کایلی هم مربوط میشه. بله، با اینکه این ملکه رسانه‌های اجتماعی همیشه با اعتماد به نفس خیلی بالایی ظاهر میشه، اما خودش اعتراف کرده که اضطراب زیادی داره و احساس میکنه اصلاً نباید معروف میشد. البته از اونجایی که کایلی در محیط‌های عمومی بزرگ شده و مدام زیر ذره‌بین قرار میگیره، باعث شده تا بتونه کمی با مشکلات اعتماد به نفس خودش مبارزه کنه. چون کایلی از زیباترین حشره شناخته شده توسط انسان هم وحشت داره. با وجود ترس اون از پروانه‌ها، گویا اون و دوست پسر سابقش تراویس اسکات خالکوبی‌های پروانه‌ای مشابه دارن. کایلی یه پروانه کوچیک بالای مچ پای راست خودش حک کرده و تراویس هم دقیقاً همون تر روی مچ پای چپ خودش داره. علاوه بر تتوی پروانه، کایلی یه جای زخم بزرگ هم روی پای چپ خودش داره. اگرچه خیلی از طرفدارای اون سعی میکنن که با جراحی‌های مختلف و کلاهگیس‌های گرون قیمت شبیه کایلی بشن، اما یه چیز وجود داره که هرگز نمیتونن اونو کپی کنن. اون هم این جای زخم بزرگ در پای چپ اونه که موقع بازی کردن توی کودکی ایجاد شده و او اصلا از نشون دادنش خجالت نمیکشه. محصول اصلی که کایلی همیشه استفاده میکنه روغن نارگیله. اون از این ماده کاملا طبیعی به عنوان راه حلی کم هزینه واسه داشتن دندونهای سفید و درخشان هم استفاده میکنه. با این وجود اون توی خانواده‌اش همیشه کثیف‌ترین فرده. خواهرش کندال و خلوه هر دو از کایلی به عنوان کثیف‌ترین عضو خانواده کارداشیان اسم میبرن. البته این ستاره جوان هیچ تلاشی هم واسه پنهون کردن نامرتب بودن خودش توی برنامه واقعیت زندگی نمیکنه و حتی یه بار تمام اتاق خودش رو زیر و رو کرد تا یه لباس مناسب واسه خودش پیدا کنه. صفات بدنام اون به شلخته بودن ختم نمیشه، چون کایلی یه راننده افتضاح هم هست. خب واضحه که اون نمیتونه توی همه چیز کامل باشه، درسته؟ واسه همین ملکه اینستاگرام توی کمتر از 3 هفته بعد از گرفتن گواهینامه دچار سانحه رانندگی شد، اما خوشبختانه به هیچ کس آسیبی نرسید. با این حال فقط چند ماه گذشته بود که دوباره کایلی به خاطر سرعت غیر مجاز جریمه شد. البته به نظر نمیرسه که واسه کایلی خیلی اهمیتی داشته باشه، چون ارزش خالص اون باعث شده تا واسه چند سال جوان‌ترین میلیاردر جهان باشه. در واقع ثروت کایلی جنر بیشتر از $1 میلیارد و واسه همین به وسیله فوربس به اون لقب رسمی جوان‌ترین میلیاردر خودساخته داده شده. کایلی فقط توی سن 21 سالگی و به لطف پروژه‌های تجاری متعدد خودش از جمله لاین‌های زیبایی و پوستی و همچنین پست‌های پردرآمد اینستاگرام ثروتمندترین دختر جوان لقب گرفت. بله، اون ثروتمندتر از مارک زاکربرگ. کایلی، تو مرزای موفقیت رو جابجا کردی. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. من ساحل کلیوند هستم از کانال توپ مدیا. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید. لایک و اشتراک گذاری فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.